بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، بنده شخصا از نام خود و از نام کل استادان و کارمندان شبکه نجم تیوی همدردی و تسلیت خود را به هر یک خانواده این ملت عزیز رسانیدنیم. آنهایی که عزیزان خود را از دست دادند، الله حق سبحانه و تعالی به آنها صبر جمیل عطا فرماید. واقعا از دست دادن یک شخص عزیز بر قلب ما و شما خیلی چیزی وزنین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در غزوه احد عمک عزیزشان شهید می‌گردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان 70 مراتب جنازه می‌گذارند. وقتی برگشتن از جنگ احد در یکی از تنگ‌کوچه‌های مدینه، و گوش پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای گریه زنهای انصار میرسد و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند ولکن حمزه لا بواکی له. همه مردم، هر آن نفرانی که شهید شدند، برای آنها گریه کننده هست، اما حمزه رضی الله عنه برای او کسی نمیگریند. این سخن مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به گوش انصار و گوش صحابگان میرسد و تمام اهل مدینه، زنهای اهل مدینه به گریه می‌درآیند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که فرمودند ان القلب لیحزن و ان العین لتدمع ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا لله ما اعطى ولله ما اخذ و انا لله و انا الیه راجعون. همانا قلبها غمگین می شود و از چشمها اشکها جاری می شوند، ولی هرگز ما سخنی نمیگوییم که الله از آن غضب الله آید، و تنها ما آن سخنی را به زبان می آوریم که الله از ما و شما خوشنود و راضی می گردد. همانا ما از آن الله هستیم و همانا به سوی او برمیگردیم. الله حق سبحانه و تعالی چنانه که عمر رضی الله عنه دعا میکردند و میگفتند اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگارا، برای ما حق را، حقیقت را حقیقت دیدن و پیروی آن بودن و باطل را باطل دیدن و از آن دوری جستن نصیبمان کن. الله حق سبحانه و تعالی برای هر یک ما و شما چشمهای حقیقت بین و قلبهای حقیقت را میپذیرد. الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما عطا فرماید و ما را همیشه پیروی حقیقت بگرداند و پیروی پیشوای ما و شما، پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام گرداند. بازم در آخر همدردی و تسلیت خود را بیان می نمایم. البته ما غم شریکیم. الله حق سبحانه و تعالی به این ملت شریفی به ایمان صبر جمیل عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.